سلام به دوستان سایت همیار. امروز میخوام در رابطه با این صحبت کنم که چجوری از سایت همیار و ویدیوهای فیزیک آکادمی فیزیک محمدی استفاده کنید. آقا داری کتاب فیزیک دهم میخونی، مثلا توی تمرین 3.2 گیر کردی، میخوای آقا جوابشو بدونی یا اصلا فقط یه تقلب ریز انجام میدی و تکلیف مدرسه رو انجام بدی، چیکار میکنی؟ یا یه سرچ خوشگل میزدم حل تمرین 3.2 فیزیک دهم، چه اتفاقی میفته؟ یا اینکه اولین سرچ خودمون میاره، یعنی آکادمی فیزیک محمدی، حل تمرین 3.2 صفحه 37 فصل دوم فیزیک دهم رشته تجربی ریاضی. اگه این اتفاق نیفتاد چی؟ 100% سایت همیار اولین سایتی که به شما نشون داده میشه. روی سایت همیار یک کلیک خوشگل انجام میدی و وارد سایت میشی. اینجا اومده قشنگ گفته که این تمرین واسه صفحه 37 و جوابش رو به صورت کامل برات آورده. اگه دوست داشتی واسه مهم نبود و فقط یه تقلب خاصی انجام بدی، از این استفاده کنی. اما اگر نه، خواستی هم تکلیف مدرسه رو انجام بدی و همین که یاد بگیری، روی ویدیو کلیک می‌کنی. دو تا اتفاق اینجا میفته. یا میتونی خیلی راحت از داخل سایت ویدیو رو ببینی، یا اینکه نه، اگه خواستی بیای داخل کانال آپاراتمون و ویدیوهای بعدی رو ببینی، روی گزینه آپارات کلیک می‌کنی و همون ویدیو رو داخل کانال آپارات خودم، یعنی آکادمی فیزیک محمدی، بهت نشون میده. باید حتما 6 ثانیه صبر کنی که این گزینه رد کردن بیاد و بزنی روش و ویدیو رو شروع کنیم بدیدن. خب استاد، اگه حالا ما از ویدیو خوشمون اومد، آیا ویدیوهای دیگه هم داری؟ بله، این پایین روی آکادمی فیزیک محمدی کلیک کن تا خیلی راحت و مستقیم یا داخل کانال آپاراتمون. که الان من اینجا روی آکادمی فیزیک محمدی کلیک کردم و اومد توی صفحه اصلی آپاراتمون. دقیقاً مثل یوتیوب و آپارات اینجا گزینه دنبال کردن میاد که میتونی انجام بدی. اما اگر هم از همیار خواستی دوباره استفاده کنی، برمیگردی تو قسمت مربوط به این بخش، چیزی که میخوای رو پیدا میکنی و اینجا مثلا من حل پرسش‌ها و مسئله‌های آخر فصل دوم فیزیک دهم آوردم. امیدوارم از این ویدیوها به نحو احسن استفاده کنید.